سخنان خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماییم. در اینجا از این قسمتی که ما قرار گرفته بودیم، نزول امری رسول الله صلی الله علیه و سلم فی القتال، فرود آمدن یا نازل شدن امر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر جنگ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، موضوع این روزا چگونه که بیان کردیم در بیان نزول امر رسول صلی الله علیه و سلم بر جنگ. ابن اسحاق می‌فرماید که از محمد ابن اسحاق مطلبی روایت شده است که فرمودند که رسول صلی الله علیه و سلم قبل بیعت العقبه لم یؤذن له فی الحرب. می‌فرماید ابن اسحاق که پیش از بیعت عقبه، بیعتی که ما در دست گذشته با همراهی شما صحبت کردیم، بیعت اول و دومی رسول صلی الله علیه و سلم از انصاری‌ها 73 نفر بودند گفتیم و 2 نفر آنها زنها بودند که در شب بیعت کردند در مینه، در آن مکان قرار گرفته بودند. در اینجا می‌فرماید که پیش از بیعت عقبه به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه جنگ داده نشده بود. اجازه جنگ یعنی جهاد داده نشده بود و خون کسی برای او صلی الله علیه و سلم حلال هم نشده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها مردم را به سوی دعوت الله سبحانه و تعالی و صبر در برابر آن آزاری که از جانب مشرکان میشد، الله او را به این امر کرده بود. و همچنین الله سبحانه و تعالی رسول صلی الله علیه و سلم را در بیان بخشیدن جاهلان امر هم فرموده بود. و قریش در آن زمان آنهایی را که از مهاجران پیروی کرده بودند تحقیر میکردند، بر آنها زورآوری میکردند و به آنها سخنان میگفتند و آنها را مجبور میکردند که به دین خودشان بر بگردند، به دین بابایان خود. از این رو مهاجران در وضعیت سخت قرار گرفته بودند. بعضی در دین خود با بسیار دشواری ها و بسیار سختی ها مانده بودند. خیلی آزار و اذیت های سخت از جانب این مشرکان مکه بر صحابگان کرام می آمد و بعضی از آنها از دست قومشان آزار و اذیت رسانده میشد، از دست قوم خود. و بعضی از صحابگان کرام از سرزمین‌های خود فرار کرده بودند، چون که در درس‌های گذشته گفته بودیم بعضی از آنها بر حبشه اتیوپیا به اجازه امر رسول صلی الله علیه و سلم رفته بودند و بعضی بر مدینه منوره هجرت کرده بودند. یعنی که بر سمت‌های مختلف مهاجران از دیارهای خود برآمده بودند به خاطر این آزار و اذیتی که از جانب آنها میشد. پس پیش از اجازه جنگ وضعیت مسلمانان بسیار فشارناک بود و خطرناک بود و امر پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها به سوی دعوت کردن آنها برای حق و صبر نمودن و بخشش جاهلان بود، نه جنگ کردن. پس این زمینه، این نقطه نشان می‌دهد که برادران و خواهران گرامی که اجازه جنگ یعنی جهاد تنها پس از مقرر شدن وحی الهی، پس از آنکه که آنها بر مدینه منوره هجرت کردند که سخن ما در اینجا صحبت می‌رود امروز ان شاء الله، پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پس از ساختن دولت اسلامی خود، در اینجا بود که سیاست شریعت قول الله سبحانه و تعالی نازل شد و پس امری بر جهاد فراهم آمد. و در این زمینه مهاجران به خاطر دین خود، به خاطر حقیقت اسلام اذیت میکشیدند، عذاب داده میشدند و مجبور شدند که از آن دیارهای خود، خانه‌های خود همه را ترک نمایند و به دیارهای دیگر مهاجرت نمایند. می‌فرماید که فلما عتت قریش علی الله، وقتی قریش ضد الله سبحانه و تعالی برآمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیروانشان را مورد احترام قرار ندادند و آنها را آزار و اذیت دادند، آنها را محروم کردند از آزادی های خود، این مصیبت وزمینی بود، خاصتا پیش از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. همین بود که مسلمانان از مکه مکرمه قدر توان خود بیرون شدند. در این هنگام الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه جنگ و پیروزی بر آنهایی که ظالمانه رفتار میکردند داد و اولین آیاتی که در اجازه جنگ نازل شده بود، در برای اجازه جنگ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود، بر حکم حلال شمردن خون ظالمان و جنگیده با آنها. و این آیه کریمه به نقل عروه ابن زبیر و دیگری از علما ذکر شده است در سوره حج آیه 39 که الله می‌فرماید که هر که از جانب شما ظالمی کند، ظالمی بیند، ظلم بیند، جزای او این است که مقابلت بر آن نشان داده شود. یعنی که الله بر آنها گفت که شما بر آنها مقابله نمایید، ضدیت نشان بدهید بر این کسانی که امری ظالمانه کرده بودند. قال ابن اسحاق می‌فرماید که فلما اذن الله تعالی له صلی الله علیه و سلم فی الحرب و بایعه هذا الحي من الانصار على الاسلام والنصرة له. ابن اسحاق میگوید که پس از اجازت الله سبحانه و تعالی برای جنگ، همان گروه انصاری که رسول صلی الله علیه و آنها را در بیعت دوم با آنها در مکه مکرمه 73 نفر بودند که بیعت کرد و آنها برگشتند و اسلام را در آنجا منتشر کردند. و این مردم انصاری هایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت
جهاد کردن برای نصرت دین او صلی الله علیه و سلم و کسانی که از انصارها پیروی کردند از مردم مدینه منوره. امر رسول صلی الله علیه و سلم اصحابه من المهاجرین من قومه. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد مهاجران را، برادران انصار، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها امر کرد که به مدینه هجرت کنند، به مدینه هجرت نمایند و این برادران با این برادران انصاری های خود که در مدینه منوره اینها را منتظر بودند به آنها برسند گفت و فرمود که الله بر شما برآمدن را از خانه های خود این هنگام اجازت داد و در آنها در مدینه منوره شما در امنیت کامل خواهد بود. بر صحابگان کرام گفت و این مهاجران به طور فرمانبرداری از رسول صلی الله علیه و سلم آنها را به سوی مدینه منوره، کسانی که توان آن را داشتند، روانه کرد و در آنجا مهاجران منتظر رسول صلی الله علیه و سلم ماندند، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بود، در مکه مکرمه قرار داشت و این هنگام الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه رسمی خروج را با وحیش نازل کرد. می‌فرماید که فکان اول من المهاجرین الى مدینه من اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم من المهاجرین من القریش من بنی مخزوم. اولین نفرانی که از مهاجران مکه مهاجرت کردند به مدینه منوره از مهاجران قریش از قبیله مخزوم بودند، از قبیله مخزوم، با مانند ابو سلمه فرزند عبدالاسد اولین مهاجر و پس از ابو سلمه اولین مهاجران عمرو ابن ربیعه و همسرش لیلا بنت ابی و عبدالله ابن جحش که عبدالله ابن جحش همراه با اهل و برادرش عبد ابن جحش یک جا بودند. سپس عمر ابن خطاب الربیع المخزومی اینها هم سپس خروج کردند از برای هجرت. پس از این گروه های دیگر از مهاجران پی در پی به مدینه منوره رفتند. جماعت مسلمانان مهاجران در آنجا زیاد شد، افزودن گرفت، یعنی که هنگامی که در مدینه منوره امنیت آنها در دست انصاری ها بود، امنیت آنها قوی شد، پورا شد، باوری پیدا کردن، سپس یک دیگر هجرت را بر این مکان مبارک و این سرزمین مبارک رفتند. هر یک مهاجر نه تنها برای خود بلکه برای همراه کردن عائله و پیروانش کوشش میکرد تا که آنها نیز با همراهیش در مهاجرت باشند و سبب هجرت این صحابگان کرام یک آغاز جامعه مسلمانی مستقل بود در این مدینه منوره. پس این صحابگانی که در آنجا هجرت کردند از برای حفظ دین و اسلام و دستگیری انصار و دست گرفتن انصاری ها بر این مهاجران. پس یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی در اسلام این هجرت رسول صلی الله علیه و سلم است. ابن اسحاق می‌فرماید که فاقام رسول صلی الله علیه و سلم بمکه بعد اصحابه من المهاجرین. پس از اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهاجران که به مدینه منوره هجرت نمودند، رسول الله در مکه مکرمه باقی ماند. ينتظر ان يؤذن له فی الهجره. منتظر بود که اجازه هجرت به رسول صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی بیاید. این رو منتظر بود و در مکه از مهاجران هیچ کس به او صلی الله علیه و سلم نماند غیر از آنهایی که زندانی شده بودند، زیر دست این مشرکین قرار گرفته بودند، زیر فشار آنها قرار بودند، غیر از اینها و تنها علی ابن ابی طالب و ابوبکر صدیق ابو قحافه نامی اصلیش رضی الله عنهم با رسول الله صلی الله علیه و سلم مانده بود و اینجا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیوسته از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت را می‌خواست. رغبت شدیدی در این داشتند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق میگفت شتاب مکن، ابوبکر شتاب مکن، شاید الله سبحانه و تعالی برای تو همسفری قرار دهد. سنی که میگفت ابوبکر صدیق از این سخن رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق امیدوار میشد که شاید همسفری رسول صلی الله علیه و سلم باشد. چون که بیان کردیم این لحظه های بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر فرمان مستقیم از جانب الله سبحانه و تعالی بودند. بسیاری از مسلمانان که در مکه مکرمه بودند به خاطر سبب‌هایی که بیان کردیم، آزار و اذیت مشقت‌ها، با فرمان رسول صلی الله علیه و سلم بر مدینه منوره رفتند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم صبر می‌کردند تا امر مستقیم الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرماید. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خاطر محبت و به خاطر احتیاج به همراهی رسول صلی الله علیه و سلم بارها اجازه می‌خواست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را با صبر فراهم می‌خواند، دعوت می‌کرد، صبر و تا اینکه در نهایت الله سبحانه و تعالی او یعنی ابوبکر صدیق را همسفر پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد. قال ابن اسحاق میگوید که ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيبة وأصحاب، وقتی که قریش دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیرون از مکه یعنی در مدینه منوره پیروان و یاران پیدا کرده است در آنجا و دیدن که صحابگان او یعنی مهاجران از مکه بیرون شدند، فهمیدن که آنها سرپناه و قوت یافتند، در آن سرپناهی پیدا کردند
و قوتی در آنجا یافتند، یعنی که دیگر تنها نیستند. از این رو قریشیان ترسیدند. خوف در دل آنها پیدا شد که شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از مکه بیرون رود و با یاران خود بپیوندد و مقابل اینها جنگی را اعلام کند. و آنها باور کردند که اینها به جنگ این قریشی ها آماده میشوند، آمادگی ببینند، چون البته خود حس کرده بودند که اینقدر آزار و اذیتی که ما آنها را در آنجا دادیم در مکه مکرمه، البته که آنها انتقام میگیرند. و همه آنها در دار الندوه، آن مکانی که بود گفته بودیم در درس گذشته، همه آنها جمع شدند و این خانه از آن قصی ابن کلاب بود که در آنجا قریشیان هر کار مهم را رفته بررسی میکردند، هر کار مهم را در آنجا رفته بررسی میکردند. و هنگامی که در این دار الندوه جمع شدند و شروع کردند بر مصلحت کردن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم چی باید کرد، با او چیکار کنیم. از قوت گرفتن او صلی الله علیه و سلم ترسیدند، هراسان شدند و گفتند دار الندوه این چی است؟ این انا همان مجلسگاه قریش بود که بزرگان قریش جمع شدند در آنجا مصلحت های خود را میکردند. و آنها دیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه پشتیبانی یافته است. مهاجران پیوسته از مکه هجرت کرده ایستادند و اسلام را دیگر نمیتوانند باز بدارند، محکم نمایند. از این رو در اینجا در این دار آنها یک قراری کردند، قرار را با هم دیگر پیوستند که برای کشتن یا زندانی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم مصلحت کنند، برای کشتن او یا زندانی کردن او صلی الله علیه و سلم مصلحت کنند. ولی این در این جلسه که آنها از برای مصلحت آمدند، یک از بدترین نقشه های بود، یک از بدترین نقشه های تاریخ بود که با وحی الله سبحانه و تعالی این نقشه های آنها پراکنده شد، نابود گردید. با وحی الهی این نقشه ها پراکنده شد، نابود گردید. قال ابن اسحاق میفرماید عن عبدالله ابن عباس قال، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت لما اجمعوا لذلك، هنگامی که آنها قریشان قرار دادند، قرار گرفتند، به قرار رسیدند که برای مصلحت درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شوند و در این دار الندوه نشستند و مشورت کردند که در روز معین آنها الکی جمع شدند که آن روز را روز زحمه، روز ازدحام، جمع شدن مردم یعنی نامیدند. روز زحمه، روز ازدحام میگویند، جمع شدن مردم، زیرا تمام بزرگان قریش در آنجا جمع شده بودند. و در همین حال بود که ابلیس لعنت الله علیه به نزد آنها آمد، به نزد این قریشی، به نزد این ندوه، به نزد این مجلسی که کلان قریشیان در آنجا جمع شده بودند. این ابلیس نزد آنها آمد به صورت یک پیرمرد بزرگسال، و یک محترمه، یک پوشش، یک برده بگیم که زیبای در بر داشت. او در نزد این داری ندوه قرار گرفت. وقتی قریش او را دیدن گفتند این پیرمرد کیست؟ او گفت من پیرمرد از مردم نجد هستم. شنیدم که شما برای مصلحت درباره این کار جمع میشوید و آمدم که سخنهای شما را بشنوم و شاید توانم مشورت سودمندی برای شما بدهم. شیطان سنی این مجلس، این قریشیان این سخن را گفت و آنها گفتند بسیار خوب، بیا مرحمت کن. و در آمد. پس در اینجا ابلیس به آنها داخل شد، به نزد آنها داخل شد که در آنجا بزرگان قریش، تمام بزرگان قریش جمع شده بودند که این روز زحمه گفتند. با همراهی دیگر قبیله ها در جمع شده بودند تا بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها چاره‌بینی ها کنند، بر ضد او صلی الله علیه و سلم چاره‌بینی ها کنند. و گفتند که دار الندوه این شورای مشورت قریش بود که در این روز، در این زحمت، تمام بزرگان قریش حق اشتراک داشته بودند. و این ابلیس خود را به یک صورت پیرمردی از دیار نجد گفته آمد و در اینجا اشتراک کرد و این وسوسه های شیطانی خود را در بین این قریش‌ها پهن کرد. نکی لحظه بسیار خطرناک، لحظه ابتدای نقشه قتل رسول صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی نقشه های اینها را به سر خودشان زد با وحی الهی. رسول الله را از این نقشه ظالمانه نجات بخشید. فقال بعضهم لبعض، بعضیشان به بعض دیگر گفتند این هذا رجل قد كان من امره ما قد رأيتم. بعضی از آنها به دیگر گفتند این مرد یعنی محمد صلی الله علیه و سلم کار بزرگی را به وجود آورده است که همه شما آن را دیده اید و قسم خوردن و گفتن قسم به الله، به خدا قسم، ما دیگر به او ذره امنیت نمیتیم و ممکن است که با یاران خود و دیگر قبیله ها بر ضد ما اینها بخیزند. در همون مجلس خود گفته ایستادند. بنابراین گفتند بیایید درباره او یک قرار جدی بینیم. در اینجا آنها مشورت کردند و سپس یکی بر آنها گفت. چی گفت؟ گفت او را در زنجیرهای آهنین ببندیم، او را با زنجیرهای آهنین ببندیم، که محمد صلی الله علیه و سلم را، و در را بر رویش محکم کنیم، در را بر رویش ببندیم و سپس منتظر شویم تا با او همان چیزی شود که با شاعران پیشین شده بود، مثل زهیر، مثل نبیغه،
یعنی که آنها را ببندیم، محمد را با این زنجیر در اونجا درش رو بپوشیم، در آنجا بمیرد، به قتل برسد، نابود شود. و گفتن که بگذارید با همین حال وای از بین برود. این سخن از جانب بعضی از قریشیان بود، می‌خواستند پیامبر صلی الله علیه و آله زندانی کنند. آنها این پیشنهاد بر همگان دادند که با زنجیرها بسته شود، در یکی از خانه‌ها محبسی شود که با تدریج از گرسنگی در آنجا، از بیماری در آنجا از دنیا بگذرد. نقشه ظالمانه. تمام ظالمان نسبت اهل اسلام همین نقشه ها رو همیشه دارند، همین کار را استفاده می‌برند. این حیله های شیطانی قدیم است و شاید تا قیامت هم باقی بماند برای اهل توحید. و آنها در اینجا چونه گفتیم مثال آوردن زهر ابن ابی سلمان و این نابغه را دو کس مثال آوردن که مشهورترین شاعران جاهلیت بودند که در گذشته وقت از دنیا گذشتند. یعنی می‌خواستند که محمد صلی الله علیه و آله با هم مثل اینها چیز از بین برود. یعنی این اولین پیشنهاد قریش در این دور ندوه، زندانی شدن پیامبر و محبوس شدن پیامبر و گرسنه و تشنه گذاشتن او صلی الله علیه و سلم. اما این نقشه قبول نشد. این نقشه قبول نشد. در قسم بعدی گفته می شود که یکی از آنها پیشنهاد کرد که او را دور کنند، او را سر کنند و دیگری گفت که او را بکشند. انا در اینجا همین پیرمرد نجدی، همین ابلیس لعنه الله که به صورت یک مرد پیر با لباسهای آماده بود گفت نه به خدا، این اندیشه درست نیست، این فکرهای درست نیست، فکرهای شما نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتن که اگر او را چنان که میگوید در زنجیرها میبندید و در رو برای او محکم میکنید و او را میگذارید این هنگام این گونه و میتواند به نزد یارانش برود، یا که شما گفتن که شما او را سر بدهید، به نزد یارانش رفتنش ممکن است. و آنها اگر شما محمد را این کار بکنید، این کار انجام بدهید، آنها زود، یعنی که اگر او را محکم بکنید، در اون خانه زنجیر بند کنید، به این حالت اگر محمد را به هلاکت برسانید، گفتن که همین یارانی پیامبر صلی الله علیه و آله که در مدینه منوره الکی جمع شدن، اصحاب پیامبر زیاد شدن، قوت آنها الکی که زیاد شده ایستاده است، گفتن آنها زود بر شما حمله خواهند کرد و او صلی الله علیه و سلم از دست شما خواهند گرفت، رها خواهند کرد، آزادش خواهند کرد و سپس شماره آنها زیاد می شود و قایم می شود و حمله میکنن بر شما. و گفتن که در نهایت این بر غالب شدن، بر مغلوب شدن شما قرار میگیرد. و در اینجا این ابلیس بر آنها چی گفت؟ گفت این فکر شما فکر سودمند نیست، فکر خوب نیست، از این فکر نباید این فکر رو انجام داد. گفتن دیگر فکر نمایید، عقلهای خود رو در کار درآورید. و آنها این هنگام این قریشا مشورت کردند. یکی از آنها گفت پس بیایید او رو از میان خود بیرون کنیم، دورش بسازیم، او رو با از سرزمین خود تبعید بدرقه کنیم، رو گفتن سرش کنیم یعنی. و گفتن که وقتی که ما او رو سر کنیم، قسم به الله دیگه برای ما دیگه مهم نیست کجا می رود، چی کار میکند، در کجا جای میگیرد، مهم است که ما او رو از اینجا چیز بدرقه کنیم، دورش بسازیم و آرامش خود رو پیدا نماییم، مثل پیشتره آرامش خود رو پیدا نماییم. این نقشه های ظالمانه رو کشیدن. این نقشه دومی آنها بود، نقشه دومی آنها. اما در نهایت آنها این ابوالحکم که ابو جهل بود، ابوالحکم ابن هشام، یعنی ابو جهل، یک پیشنهاد خطرناکترین رو بر آنها داد، یعنی که به قتل رسول صلی الله علیه و سلم، از برای کشتن او صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد را کرد. وقتی که ابلیس لعنه الله این پیشنهاد آنها را کوچک شمارید، پیشنهاد آنها را قبول نکرد، نپذیرفت و فکرهای آنها را کمی در حرکت درآورد، سپس این پیشنهاد دوم ظالمانه، سوم ظالمانه بر ذهن این ابو جهل آمد و اینها آمد با کمک ابلیس لعنه الله. و ابلیس در اینجا گفت که آیا نمیبینید که چی قدر و چگونه سخنانش زیبا و شیرین است، این ندوه چگونه با کلامش، با سخنش قلبهای مردم رو فتح میکند، میدوزد. قسم به الله، شیطان گفته است، قسم به الله قسم به خدا اگر شما او رو تبعید دور بسازید، سر کنید، او به نزد قبیله های عرب، دیگر قبیله ها میرود و با این سخنانش آنها را جلب میکند به سوی خود و آنها با این محمد میپیوندند. سپس منتظر باشد که آنها با سوی شما حتما میآیند و در اینجا سرزمین شما را میگیرند، از دست میگیرند سرزمین شما را شکست میدهند تا که حکم شما را از بین ببرند، تا که با دستان خود شما را از این سرزمین بدرقه بسازند. و شیطان گفت پس برای او دیگر اندیشه کنید، یکم نقشه دیگری بکشید که گفتیم در این هنگام این ابو جهل ابن هشام گفت به الله قسم من در این باره یک فکر دارم و گفت که میبینم که تا حال ما با یگان جایی نرسیدیم. گفتن چی فکر است ای ابوالحکم، ای ابو جهل؟ گفت بیایید از هر یک قبیله یک جوان توانا، یک جوان قوی، شجاع و شریف را و دلیر را بگیریم، از هر یک قبیله یک جوانی را بگیریم و با دستی هر یک از اینها شمشیرهای تیز را بدهیم و سپس همه اینها یک و یک باره به خانه پیامبر حمله کنند و همگی یک باره ضربه بزنند.
رسول صلی الله علیه و سلم اگر این راه رو انجام بدیم ما دیگر آرام میشویم، آرام میگیریم. گفتن چون مصلحت کردن که اگر که هر یک قبیله یک آدم گرفته شود، دیگر این قبیله ها که در این خون پیامبر همه شریک هستند دیگر کسی کاری کردن نمیتواند. و گفتن که خون او، خون محمد صلی الله علیه و سلم بین تمام قبیله ها تقسیم میشود و بنی عبدالمناف قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتواند به همه این قبیله ها جنگ اعلان کند، نقشه های ظالمانه. و این هنگام این بنی عبدالمناف قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم در این کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتواند کار را کرده، بر ضد همه قبیله ها جنگ اعلان کردن نمیتواند. پس این هنگام آنها راضی میشوند، یعنی بنی عبدالمناف هنگام ما محمد را کشتیم راضی میشوند برای دادن دیه همون پول جبران. کسی را کشتی جبران پول میدهی، چون در شریعت اسلام هم این هست، پیش از اسلام این بود. و این دیه را از ما میپذیرند، دیگر کار ما خلاص میشود. و این پیرمرد، این ابلیس که در این مجلس حضور داشت، گفت این است اندیشه درست. گفت همین است اندیشه درست، همین است فکر قوی، دیگر فکر دیگری نیست، فکر دیگری از این بهتر دیده نیست. شیطان رو بینید در این هنگام قوم به همین فکر، به فکر قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم با کشتن او متحد شدند، جمع شدند. پس این نقشه ابو جهل بود که میخواست با یک جنایتی دست جمعی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکشند تا خون او صلی الله علیه و سلم بین قبیله ها تقسیم بگردد و بنی عبدالمناف که قبیله پیامبر بود نتواند انتقام بگیرد. پس این پیر نجدی، ابلیس، نقشه رو تصدیق کرد و آن رو رواج داد، این نقشه رو برای قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما الله سبحانه و تعالی پیامبرش رو از با وحی آگاهی نمود و این هنگام امر هجرت فرا رسید و آیت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد که الله فرمود و اذ یمکر بک الذین کفروا، و یاد کن ای محمد وقتی که کافران به تو مکر میکنن، نیرنگ میکنن، مکر و نیرنگ میکنن بر تو تا تو را بند کنند، ببندند یا بکشند یا تو را بیرون سازند. و یمکرون و یمکر الله، اینها مکر و حیله میکنند، در حالی که الله سبحانه و تعالی مکر و حیله اینها رو بر بالای سر اینها میزند. الله سبحانه و تعالی بر بالای مکر کننده مکر میکند. همچنین در کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه بیان کرده مسئله صفات الله سبحانه و تعالی در مقابل. و الله سبحانه و تعالی بهترین بر مقابل مکر کنندگان، بهترین مکر کنندگان است، تدبیر کنندگان است. این آیه سوره انفال آیه 30 بود که نازل شد. فاتى جبريل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، این هنگام جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله آمد و گفت لا تبد هذه لیله علی فراشک. گفت ای رسول الله، ای محمد، شب را در این بستری که عادتا خواب میکنی در آنجا خواب نرو، در اینجا شب گذاری نکن، یعنی از خانه خود بیرون شو. به خاطر چیز؟ زیرا این قوم قصد کشتن تو رو دارند، نقشه ها را کشیدن الکی. هنگامی که وقتی شب فرا رسید و تاریکی دنیا را پوشانید، کافران قریش نزد در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند تا آن دمی که او صلی الله علیه و سلم بخوابد، آنگاه اینها حمله کنند بر رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که الله سبحانه و تعالی این وضعیت رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد و رسول الله این وضعیت آنها را دید، به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمود در بستر من بخواب، ای علی در بستر من بخواب و این جامعه، یعنی این ردای سبزی که هست، برای خود پوش و در بالای این بستر بخواب، زیرا که بر تو هیچ آسیبی نمیرسد از جانب آنها، بر تو هیچ ضرری از جانب آنها نخواهد رسید. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتا بر همین جامعه میخوابید، بر بالای خود میکرد. و این جماعتی که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع آوری شده بودند که برای کشتن رسول الله صلی الله علیه و در این نقشه همراه شده بودند، هر یکی از آنها شمشیر آماده کرده بود از برای حمله کردن. این هنگام الله سبحانه و تعالی توسط جبرائیل علیه السلام امر کرد که آن شب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود نخوابد، زیرا قصد کشتن او صلی الله علیه و سلم را دارند. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام با آرامی و اطمینان علی رضی الله عنه را در بستر خود گذاشت تا قریشی ها گمان کنند که هنوز در خانه خود است. و این نقطه هم نشان می‌دهد جسارت علی رضی الله عنه و همچنین سپارش فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول کردن که آماده بودند جان خود را فدا نمایند به خاطر حفظ دین، حفظ ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس امروز اسلام با این گونه مردان و زنان نیاز دارد.
که از برای حفظ دین آماده باشند، دین رو خوب بخونن اولا. پس در اینجا هنگامی که این آیه کریمه و اذ یمکر بک الذین کفروا یا یاد آور آن وقتی را که کافران بر تو مکر کردند تا تو را زندانی کنند یا بکشند یا بدرقه کنند، آنها مکر کردند. الله سبحانه و تعالی نیز در مکر آنها مکر کرد و الله سبحانه و تعالی بهترین تدبیر کننده ها است. این آیه قرآن نازل شد. قال ابن اسحاق این هنگام فرمود که ان محمد ابن کعب قردی، از محمد ابن کعب القردی قال گفت لما اجتمعوا له و فیهم ابو جهل بن هشام، هنگامی که یعنی ابو جهل آنها جمع شدن که در اینجا ابو جهل هم قرار داشت مسخره میکرد، اهل قریش رو تحقیر میکرد، چون که عادت بدی داشت، پلیدی داشت و در اینجا که یک واقعه معجزه‌ناک رخ داد. قال فخرج عليهم رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها برآمد صلی الله علیه و سلم. از محمد ابن کعب القردی ابن اسحاق روایت می‌نماید که گفت وقتی که آنها برای او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند که در میان آنها ابو جهل ابن هشام نیز بود، که او ابو جهل گفت هنگامی که آنها نزدیک در خانه محمد بودند، محمد ادعا میکند که اگر شما از او و از دعوت او پیروی کنید پادشاه عرب و عجم میشوید. وقتی که هنگام وفات ابو طالب این قصه رو بیان کرده بودیم، هنگام وفات ابو طالب در آنجا آنها رو چکد، آنها رو گوشت داد این کلام قریش را. گفت شما این یک کلمه رو بگویید، این یک کلمه که شما میگویید آن همین کلمه شما رو پادشاه عرب و عجم قرار میدید. در این سخن ابو جهل است. میگه سپس بعد از مرگتون زنده کرده میشوید و برای شما باغهای مانند باغهای عظیمی داده میشود و در آنجا کار نمیکنید و در آنجا شما دیگر عذاب مشقت نیست. سپس بعد از مرگتون زنده میشوید. برای کافران کسی نپذیرده ابو جهل گفته است آتش برای شما قرار میگیرد، آتش سوزاننده. این را ابو جهل گفت محمد این گونه گمان نکند. و قال فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و در این هنگام رسول بر آنها برآمد و بنزد آنها برآمد. بعد گفت بله انا اقول ذلك، من این گپ رو میگویم و تو از جمله یکی از آنها هستی، از اهل جهنم یعنی. ثم اخذ الله علی ابصارهم فلا يرون، و در اینجا هنگامی که علی رضی الله عنه بر جوگه رسول الله خواب رفتن و رسول الله از خانه خود در این شب برآمدند، میفرماید که ثم اخذ الله علی ابصارهم و هم لا يرون، الله چشمان آنها را کور کرده، آنها دیگر نمیبینند، نمیتوانند ببینند. فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم، رسول الله آن خاک را گرفت بر چهره‌های آنها پاشید، بر رویها آنها پاشید. و این آیه کریمه را از سوره یاسین تلاوت میکرد. یاسین والقرآن الکریم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین والقرآن الکریم، بدرستی قرآن کریم است، بدرستی که تو از مرسلین، تو از پیامبران مرسل هستی، فرستاده شده هستی، تو بر صراط مستقیم هستی. پس این ماجرا، این حالت چگونه رخ داد؟ پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در حالی که کافران در آستانه در او قرار گرفتند، در نزد در او قرار گرفتند، رسول الله با آرامی بیرون برآمد، با آرامیش تام بیرون برآمد، خاک را بر سر آنها گرفته پاشید، در حالی که سوره یاسین را این آیات را تلاوت میکرد. آنها دیگر هیچ چیزی را ندیدند چون الله سبحانه و تعالی چشمان آنها را بسته کرد. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای خود رفت و به نزد ابوبکر صدیق رفت اول تا از آنجا به غار ثور بروند. و بعد چند وقت شخصی که در آن لحظه با آنها نبود آمد، یک نفر با آنها نبود، سپس آمد و نزد اینها و گفت که شما حالا چی را انتظارید؟ شما منتظر چی هستید؟ گفتم محمد را منتظر هستیم، در نزد در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله. گفتم محمد را منتظر هستیم. و گفت بدبخت شوید. تو چون میگه خدا بزنتون میخوان تاجیکا بدبخت شوید. قسم به الله او از نزد شما گذشت رفت، به سر هر یک از شما خاک ریخت، خاک را پاشید، برای خود رفت. آن هنگامی که هر یک خود دست خود را به سرش زد و دید شد که سران آنها پر از گرد چنگ است، پر از خاک است. اما هنوز هم گمان نکردند که او در خانه نیست، گمان کردند که او در خانه است. زیرا علی رضی الله عنه در بستر پیامبر اسلام با ریدایی که پیامبر او را توسعه کرده بود با آن ریدا خوابیده بود. آنها این بیچاره‌ها تا سحر منتظر ماندند. وقتی که علی رضی الله عنه برخاست فهمیدند که آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است راست بوده است. با قدرت الله سبحانه و تعالی چشمان آنها بسته شد. یکی از معجزه‌های الهی و جسارت علی رضی الله عنه که در آن خانه خوابید و توکل پیامبر صلی الله علیه و سلم در این راه با فعل اسباب همچنین. و این قول الله سبحانه و تعالی که فاغشیناهم فهم لا یبصرون، ما آنها را کور کردیم. الله سبحانه و تعالی چشمان آنها را چکد کور کرد در حالی که دیگر ندیدند، چون که ابن اسحاق را بیان کرده است. و در آن توری که آمده است این اسحاق میگوید الله سبحانه و تعالی بعد از مدتی که اجازت هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داد
و او صلی الله علیه و سلم با دوستی همسفرش ابوبکر صدیق این امت راه مدینه رو پیش گرفتن. قال ابن اسحاق میگه که و اذن الله تعالی لنبیه عند ذلك فی الهجره. الله سبحانه و تعالی با پیامبرش در آن روز اجازه هجرت را داد، آن روزی قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم، حیله های آنها. و قال ابن اسحاق میگه که و کان ابوبکر رضی الله عنه رجلا ذا مال. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک مرد ثروتمند بود. وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هجرت رخصت خواست، اجازت خواست، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به این ابوبکر صدیق گفت شتاب مکن، شاید الله برای تو همراه قرار دهد. که گفتیم که ابوبکر صدیق در اینجا چی بود؟ امیدوار شده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت خواهد کرد، یعنی رسول الله خود ابوبکر را در نظر دارد. و این هنگام را ابوبکر صدیق هنگامی که این سخنان را شنیده بود، آنگاه 2 شتر را خریده بود و آنها را در خانه‌اش نگاه می‌داشت و بر آنها علف می‌داد و آنها را برای این کار، برای این هجرت آماده می‌ساخت رضی الله عنها. و ابن اسحاق میگوید که از عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان لعنت بر دشمنان عایشه باد گفته است عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه از عادتش نمیگذشت، یعنی که هر روز صبحگاهان یا بگاهی به خانه ابوبکر صدیق میرفت، می اومد، یعنی تا آن روز رسید که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت و برآمدن را از مکه مکرمه از میان قومش داده شد. و در همان روز در وقتی که عادتاً به نزد ما می آمد، میگوید عایشه، به نزد خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در نفس همان روز ظهرگاه، یعنی در پیشین بگیم ده، به خانه ما آمده بود. قالت فلما رآه ابوبکر، عایشه میگوید هنگامی که ابوبکر صدیق رسول الله را دید، قال ما جاءك رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای رسول الله تو را چی چیز اینجا آورده است؟ در این ساعت، در این گرمی ساعت تو را چی چیز اینجا آورده است؟ قالت فلما دخل تأخر له ابوبکر صدیق عن سریری. عایشه میگوید که وقتی که ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و سلم دید، گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در چنین ساعت باید برای کار مهمی آمده باشد. و هنگامی که رسول الله داخل خانه شد، ابوبکر صدیق برای احترام از جایش دور نشست. میفرماید که آن زمان در خانه تنها من بودم و خواهرم اسماء دختر ابوبکر صدیق. رسول الله این هنگام فرمود آن کسانی را که در نزد توست بیرون برار. ابوبکر گفت ای رسول الله این دختران منند، چی خبر است؟ پدر و مادرم فدای تو بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله به من اجازه بیرون رفتن، یعنی هجرت کردن داده است. عایشه گفت ابوبکر صدیق فرمودند همراهی ای رسول الله، همراهی ای رسول الله، میگه همراهی تو را میخوام، با تو بودن را میخوام. پیامبر الله فرمودند که همراهی میگه تو با من هستی، تو همراهی من هستی. عایشه فرمودند که قسم به الله تا آن روز نمیدونستم که کسی میتواند از شادی گریه کند. میگه قسم به الله، میگه تا آن روز نمیدونستم که کسی از شادی گریه کند، تا آنگاه که اشک ابوبکر صدیق را دیدم که از شادی ریخته ایستاده است. گریه کرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه. و سپس ابوبکر صدیق گفت ای پیامبر الله این 2 شتر است که من برای همین روز آماده کرده بودم، برای همین روز من این 2 شتر آماده کردم صلی الله علیه و سلم. و سپس آنها مرد به نام عبدالله ابن اریقیط را که از قبیله بنی بکر بود و مادرش از بنی سهم ابن عمرو بود، هنوز مشرک بود، اسلام آورده بود، او را به کار گرفتن، او را به اجاره گرفتن. به خاطر چیز؟ به خاطر آنکه پیامبر را در این راه راهنمایی کند، راه سفرش. و آن 2 شتر را به او سپردند تا آنها را در نزدش نگاه دارد و نگاه بینی کند تا آن زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این 2 یعنی پیامبر و ابوبکر صدیق بیایند و آنها را بگیرند. قال ابن اسحاق میگوید که فلما اجمع رسول الله صلی الله علیه و سلم الخروج، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برآمدن هجرت آماده گرفت، به نزد ابوبکر صدیق ابی قحافه که بود آمد و رسول الله با همراهی ابوبکر صدیق از سوراخی این دریچه‌ای که از پشت خانه ابوبکر صدیق بود بیرون رفتند. پس رسول الله صلی الله علیه و آله با همراه ابوبکر صدیق از آن دریچه‌ای که از پشت خانه ابوبکر صدیق بود بیرون برآمدند و سپس رو به آن غاری که در کوه ثور قرار داشت. کوه ثور این کوهی که واقع در میان مکه است. غار ثور کوهی است که واقع شده است در میان مکه. با آنجا رفتند و داخل آن غار شدند. این دو ابوبکر با پسرش که عبدالله نام داشت، عبدالله ابن ابوبکر فرمان داد روزانه آنچه که مردم درباره این دو یعنی پیامبر و همراهش ابوبکر صدیق میگویند
گوش کن، نکی خبرها را جمع آوری کن، خبرها را جمع کن، چی میگن در حق ما، چی سخنا میگن، چی میگوین، پاسبانی کن و برایشان، برای پیامبر الله و ابوبکر صدیق این خبرها را که جمع کردی شبانه وقتی که تاریکی فرا میرسد بیاید و اخبار روز را برایشان برساند، در حالی که پیامبر الله در غار ثور قرار داشتند. و با غلامش عامر ابن فحیره امر کرد، دستور داد که روزانه گوسفندانش را به چرا ببرد، چرانده میبرد و سپس شبانه آنها را به نزد غار بیاورد تا از شیر اینها چیز استفاده برند و فرمان داد که همچنین پی قدمهای عبدالله را هم پنهان کند تا که مردم پیگیری نکنند. و همچنین اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه شبانه برای رسول الله و ابوبکر صدیق غذا می آورد، چیزهایی که آنها نیاز داشتند به نزد آنها می آورد. پس این پارچه برادران و خواهران گرامی یک نمونه زیبا است، نمونه زیبایی همکاری، فداکاری در تدبیر خانوادگی، خانه‌داری ابوبکر صدیق رضی الله عنه را نشان می‌دهد که پسرش را یک مسئول اطلاعات قرار می‌دهد، غلامش مسئول غذا و تازه کردن پای قدم عبدالله و دخترش رضی الله عنها مسئول تأمینات شبانه می‌آمد. همگی برای حفظ رسول الله صلی الله علیه و سلم و حفظ دین خدمت می‌کردند، کوشش می‌کردند که محبت و صداقت در دین، در عمل است، نه تنها در سخن. اگر محبت صداقت تنها در سخن باشد نشانه نفاق است، اعوذ بالله. برای همین از این نقطه ما باید عبرت‌های نیکویی بگیریم. برای همین است که زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده ایستادیم. قال ابن اسحاق می‌فرماید که فاقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الغار ثلاثا و معه ابوبکر. می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون غار ثور 3 شب قرار گرفتند، 3 شب ماندند، در حالی که با همراهی ابوبکر صدیق بود. و هنگامی که قریش پی برد که ابوبکر صدیق ناپدید شده است و در این هنگام یک مکافات بزرگی را برای کسی که رسول الله را می‌یابد اعلان کردند. 100 شتر برای آن کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را باز می‌دارد و باز می‌گرداندش بر مکه مکرمه. 100 شتر. در حالی که عبدالله ابن ابی بکر رضی الله عنه روزانه از پی قریشی‌ها می‌گشت و خبرها را جمع آوری می‌کرد که آنها چی فرمان‌ها، چی نقشه‌ها را می‌کشند و چی می‌گویند درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق، و بعداً شبانه نزد این دو آمده این خبرها را به آنها می‌رسانید. و این غلامش عامر ابن فحیره، غلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه، گوسفندانی که برای چراگاه می‌برد و حاجت‌هایش را که برایش وظیفه دار شده بود آنها را انجام می‌داد، شبانه آن گوسفندان نزد غار می‌آورد که از شیر آنها استفاده می‌بردند و همچنین این گوسفندا سبب تازه کردن پی قدم آنها می‌گشت در بیابان تا اینکه چیز از پی قدم آنها نماند. و صبح که عبدالله به سوی مکه باز می‌گشت، عامر با گوسفندان از پشت وی میرفت، حرکت میکرد تا این راه را تازه نماید، کسی پی قدم آن را نفهمد. پس خلاصه بعدی 3 شب وقتی که جستجوی آنها کمی آرام گردید و مردم وقتی که این اعلان شد که برای کسی که پیامبر را بیاورد و بیارد برایش 100 شتر است، آن شخصی که رسول الله آنها را با اجاره گرفته بود، آن مرد را با اجاره گرفته بود، با این 2 شتر و همچنین با اضافه 1 شتر دیگر که از خودش بود به نزد آنها آمد. و اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز با سفره، آن غذایی که نزد آنها می آورد، ولی فراموش کرد که برای آن رسمان، یعنی بسته بگیرد. وقتی هنگامی که دید که اثرش نیست، همو کمربند خود را کشید و آن را 2 قسم کرد، در آن یعنی در یک سفره را بست، همو طعام را بست. از همین سبب مردم او را به لقب ذات نطاقین، 2 نطاقدار مینامند. همین اسما را که این کار عظیمی را کرد، سفره را فراموش کردگی بود، از لباس خودش گرفت سفره کرد. پس این از فداکاری و محبت. از این نقطه باید بیاموزیم ما که 2 پسر و 1 دختر و غلام و پدر همه از برای محافظت رسول صلی الله علیه و سلم و همه در فکر اندیشه و چاره اندیشی و کار و فعالیت همکاری کردند. پس همین اصطلاح ذات نطاقین یک رمز صداقت در زمان ما قرار دارد. و ابن اسحاق می‌فرماید که فلما قرب ابوبکر رضی الله عنه، هنگامی که ابوبکر صدیق 2 شتر را آماده کرده بود، بهترینش را به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد نمود و گفت بفرما سوار شو، پدر و مادرم فدای جان تو بود، پدر و مادرم فدایت بود. پیامبر فرمود من به شتر سوار نمیشوم که از آن من نیست صلی الله علیه و سلم. و ابوبکر در این هنگام گفت همان شتر برای تو باشد، میگه برای تو است، از تو است ای رسول الله، پدر و مادرم فدایت بود. پیامبر فرمود نه، بلکه بگو با چند آن را خریده ای، چند پول این شتر را خریدی؟ و ابوبکر صدیق گفت که من با همان قیمت، با فلان قیمت این شتر را خریدم. و فرمود صلی الله علیه و سلم که خوب،
من هم آن را با همین قیمت از تو میخرم. ابوبکر این هنگام گفت آن برای تو است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که بدون قیمته. پس هر دو سوار شدند و به راه برآمدند. ابوبکر صدیق بزرگ غلامش را که عامر ابن فحیر را پشت خود مانده بود که در راه به آنها خدمت کند با اون گوسپندانی که بود. و عایشه رضی الله عنها میگوید که ما 3 شب در انتظار بودیم و نمیدونستیم که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به کدام سمت رفتند، به کجا رفتند. از این ما بخبر بودیم تا آن مردی که از جن از طرف بیابان مکه پیدا شد. یک مرد از جنیان از یک طرف بیابان مکه میگه پیدا شد که آهنگ‌های عربی را می‌خواند، که شعرهای عربی را می‌خواند و مردم صدایش را می‌شنیدند ولی که خودش را نمی‌دیدند. صدای آهنگ‌های شعرخوانی را می‌شنیدند که خودش را ندیدند. و جن از طرف دیگری مکه بیرون رفت، از این طرف درآمد، از اون طرف برآمد رفت و میگوید که این بیت از او شنیده میشد از همین جن که الله پروردگار بشریت بهترین پاداشش دهد. دو همسفر رو که در خیمه‌های معبد فرود آمدند، همین کلمه ها را همین جن می‌خواند. از اینجا بعد پی بردن و درک کردند. حتی همین موجودات، همین جن برای برگشتن رسول الله صلی الله علیه و آله برای هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله این نوری چراغ که به سمت یثرب به مدینه منوره میرفت شعر خواند، سرود خواند. قال ابن اسحاق قالت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنه. ابن اسحاق میگه که اسماء ابن ابی بکر رضی الله عنها گفت وقتی که سخن آن جن را شنیدیم فهمیدیم که سمت روی رسول الله صلی الله علیه و آله با طرف مدینه منوره است. از سخن آن جن ما درک کردیم، چون به همان اشاره میکرد. و رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عامر ابن فحیر غلام ابوبکر و عبدالله ابن اریقیط که راهنمای آنها بود مسلمان نشده بود. ابن اسحاق میگوید که از زبان سراقه ابن مالک ابن اسحاق روایت می‌نماید وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از مکه به قصد مدینه هجرت کرد، قریش مکافات برای او اعلان کردند. 100 شتر گفتیم که کسی او را باز دارد بیارد 100 شتر برای او داده میشود. سراقه وصف کرده است این منظر رو. میفرماید که سراقه که من در این مجلس قومم نشسته بودم که یک مرد وارد شد و گفت به الله 3 سواره را دیدم که تازه از نزد من گذشتند. 3 سواره را دیدم که تازه از نزد من چور کردند، گذشتند، از نزد من برآمدند. من گمان میکنم که آنها محمد و یارانش باشند. این سخن را به این قریشا گفت و سراقه میگوید که من با چشم او اشاره کردم که خاموش باش. پس گفتند احتمال آنها فلان قبیله باشند که شتر و حیوان گمشده خود را میجویند، جستجو میکنند. و او گفت شاید همان باشد و سکوت کردند. در این هنگام 2 نفر میفرماید که من سپس اندک نشستم، سپس برخاستم به خانه خود درآمدم و به خدمتگار خود فرمان دادم که اسبم را آماده کند و به این پایان وادی بیاید، اسب را بیارد و سلاح هم را نیز در اسب بماند، از خانه بیارد. و قرعه پرتایی کرد، میگه قرعه زدم، میگه قرعه برآمد که لا یضر، به او آسیب نمیرسد، اما خوشم آمد که اگر او را باز دارم 100 شتر خواهم گرفت. و سوار شد بر اسب خود و دنبال آنها رفت. هنگامی که من دنبال آنها رفتم اسبم ناگهان لغزید و من افتادم. گفتم این چیست؟ باز قرعه زدم، با همان برآمد لا یضر، بر او ضرر نخواهد رسید. و میگه سپس شوهدم، باز حرکت کردم، در پی جستجو رفتم، دیگر بار اسبم باز غلطید و افتادم، باز قرعه پرتافتم، باز همین برآمد لا یضر، بر او ضرر نمیرسد. بار سوم نیز بر راه افتادم، حرکت کردم. وقتی که از دور آن سواران را میگه دیدم، از دور بر من آن سواران نمایان شد. سپس باز اسبم باز لغزید، غلطید و 2 پایش در زمین به زانو در اومد، فرو رفت پای اسبش. میفرماید که در همین حال دودی برخاست، دودی برآمد، مانند یک دود طوفان میگه برآمد. و در این لحظه فهمیدم که او به واسطه قوت الهی سبحانه و تعالی از دست من محافظت شده ایستاده است، که بر او من ضرر رساندن نمیتوانم. سپس صدا زد با سوی آنها، گفت ای مردم، من سراقه ابن جعشم هستم، برای من بیستید، یعنی اندکی بستید. من با شما صحبتی دارم، سخنی با شما دارم. قسم به الله با شما زیانی نمیرسونم و شما را هم نمیرنجانم و از من برای شما یگام رنجش نخواهد آمد. پیامبر الله صلی الله علیه و آله به ابوبکر صدیق گفت بر او بگو تو چی میخواهی، چی خواهش داری؟ ابوبکر صدیق آنگاه به او گفت، پیامبر پرسید تو از ما چی میخواهی؟ سراقه گفت میخواهم که برای من نوشته رمزدار، یعنی که یک نوشته پیچت با امضا، یک نشانه بده که این نوشته میان من و تو باشد، تنها این نوشته میان من و تو باشد. و گفت که ای ابوبکر تو برای او بنویس. اگر باید تو در درس اول گفتم ابوبکر صدیق هنگامی تصدیق کردن پیامبر خواندن و نوشتن میتونست رضی الله عنه. اینو
نقطه نشان میدهد که در این هنگام این سراقه این چیزها را هنگامی که دید الکی تسلیم شد و فهمید و درک و پای برد که نمیتواند بر رسول الله ضرر برساند و او را تسلیم کردن هم نمیتواند. برای همین اجازه خواست، یک ورقه خواست، چیزی طلب کرد. وقتی این قدرت غیبی را دید و شأن و شرف پیامبر را دید که محافظت میشد از جانب الله سبحانه و تعالی، که در ظاهر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرار میکرد، از این قوم هجرت کرده بود، اما در حقیقت یک هدایتی تقدیرسازی بود و این سراقه که گفتیم برای انمی مکافات 100 شتر به دست آوردن سفر کرده بود، اما الله سبحانه و تعالی بارها او را باز داشت که در آخر این سراقه به شأن ایمان و احترام بالای میرسد. ابن اسحاق میگه که فلما خرج بهما، وقتی که راهنمای آنها عبدالله ابن اریقید با آنها دو شتر برآمدند، سه شتر خودش آنها را از پایان مکه برد تا از آن راه ساحلی بگذرد. گذشت رفت تا اینکه آنها به این محله قبا نزد قبیله بنی عمرو ابن عوف آمدند رسیدند. و این حادثه می‌فرماید که در روز دوشنبه 12 ربیع الاول اتفاق افتاده بود و آن وقت بود که آفتاب در اوج بلندی بود. ابن اسحاق میگوید که با سلسله روایاتش از عبدالرحمن ابن اویر نقل میکند که گفت پیش از وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر شده بود بر آنها، خبر رسید بر آنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شده است، برآمده است، از مکه برآمده است. و میفرمایند که و ما هر صبحگاهان بعد نماز بامداد بیرون میشدیم به این صحرا، به این صحرای خود میبرآمدیم و به این راه نظر میکردیم، منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم شدیم که رو ما پیشواز بگیریم. قسم میخوره، میگه به الله قسم ما آنجا میموندیم تا آن دم که آفتاب از بالای سایه ها میگذشت، دیگه سایه ای نمیموند و آنگاه از شدت گرمی به خانه های خود دیگه برمیگشتیم. دیگه گرمی شدت میگرفت تا آن دم رو میایستادیم در آنجا منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و آن روزها میگه بسیار گرم بود و در نهایت در همان روز فرخنده، در همان روز زیبا که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم رسید و ما مثل عادتهای پیشین صبحگاهان بر آن بیابان میبرآمدیم و می نشستیم و منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم. وقتی که آفتاب بالا شد برآمد و دیگر هیچ سایه‌ای نماند، به خانه های خود برگشتیم و در همان دم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قبا، مسجد قبا که بنا شد، اولین مسجد اسس علی تقوا، بر تقوا بنا شد، در همین جا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم رسیدند. و اولین نفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید یک مرد یهودی بود که این چشمش دور میدید که مسلمانان هر روز او را پیگیری میکردند و این یهودی او صلی الله علیه و سلم دید و چون این واقعه را دید با بلندی آواز ندا کرد، صدا زد: ای فرزندان قیله، یعنی انصار، یعنی که فرزندان قبیله اوس و خزرج، بابای بزرگ شما آمد. بر آنها خبر داد بابای بزرگ شما آمد. جدکم به معنای بابای بزرگ به معنای شهرت است، اشاره به رسول صلی الله علیه و سلم. پس تمام این مردم به سوی او صلی الله علیه و سلم روی آوردند. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم در سایه درخت نخل می نشست. با ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود که ابوبکر صدیق با همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم سن سال نزدیک داشتند با هم دیگر و می‌فرمایند که اکثر ما قبلا صورت رسول صلی الله علیه و سلم صورت ظاهری او را ندیده بودیم و او را نمیشناختیم، نمیدونستیم او صلی الله علیه و سلم را. و مردم در این هنگام سر و سمت جمع شدند ولی نمیشناختند رسول صلی الله علیه و سلم را. کدامی از اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ تا آنکه آفتاب بالا آمد، آفتاب بالا شد و سایه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین رفت و ابوبکر رضی الله عنه برخاست و با روی مال خود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سایگی کرد، سایه پرتافت. همین لحظه میگه که ما شناختیم که او صلی الله علیه و سلم است، او را درها شناختن صلی الله علیه و سلم است. اولین خرسندی آنها بر پیشواز رسول صلی الله علیه و سلم که مردمی بودند که سالها محروم شده بودند از دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم و حالا این نور بر زمین یثرب فرود آمد که مردم یثرب، انصاری ها، شب و روز در انتظار رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میکردند، می نشستند، منتظر او بودند که در نهایت رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مکان رسید. به این مکان رسید که جهان را از این مکان نورانی کرد. قال ابن اسحاق پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در محله قبا نزد قبیله عمرو ابن عوف در آنجا ایستاد صلی الله علیه و سلم، در این قبیله که روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه قرار گرفت، در آنجا یک چند روز ایستاد و در آن مدت اساس اولین مسجد الاسلام را، مسجد قبا را که بر تقوا بنا شده است گذاشت صلی الله علیه و سلم. از این جمله، از این قسمت عبرت میگیریم که اگر انسان به هر جای هجرت کرد، اولین کاری که انجام دهد در آنجا باید مسجدهای را جستجو نماید و اولین کاری که
که انجام میدهد بینای مسجد و آنگاه الله سبحانه و تعالی با اراده خود او صلی الله علیه و سلم را از میان آنها بیرون آورد که روز جمعه بود. و این قبیله بنی عمرو ابن عوف میگفتند که او بیشتر از این در میان ما ماند، یعنی که از این 4 روز بیشتر. الله بهتر میدوند که کدام روایتش درست‌تر است. وقتی که رسول الله بیرون آمد، وقتی نماز جمعه رسید، در روز جمعه رسید، وقت نماز جمعه رسید و او در منزل بنی سالم ابن عوف نماز را ادا کردند، در مسجدی که در درون وادی رانون قرار داشت. اولین نماز جمعه بود، اولین نماز جمعه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در این شهر مدینه ادا نمودند. و سپس مردان از قبیله بنی سلیم ابن عوف نزد او آمدند و گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما بمان، ما شما را با قوت محافظت و دستگیری میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این هنگام به آرامی به آنها فرمود که راه برای او ناقه وی شتر وی نشان میدهد، ناقه وی را باز ندارید، شتر وی نشان میدهد، زیرا او شتر وی امر گرفته است از جانب الله سبحانه و تعالی، با فرمان الله سبحانه و تعالی امر گرفته است. و آنها این هنگام در راه را باز کردند و این ناقه، این شتر به حرکت خود ادامه داد که تا آنجایی که به نزد در قبیله بنی بیاض رسیدند و از آنجا نیز مردان برآمدند و گفتند که ای رسول الله صلی الله علیه و آله بیا با ما بمانید، شما را با قوت محافظت میکنیم. و رسول الله این هنگام باز همان جواب را داد، گفت راه را بگذارید، راه را بکشید، همین ناقه همین شتر امر گرفته است. سپس راه کشاده شد، سپس راه ادامه یافت تا اینکه به پیش منزل قبیله بنی سعیده رسیدند و آنها نیز برای رسول صلی الله علیه و سلم خواهش کردند که در خانه آنها بماند. گفتند ای رسول الله بیا با ما بمان، ما با قوت تو را محافظت میکنیم. این منظره یکی از زیباترین صحیفه های تاریخ مدینه است. هر قبیله با محبت و صداقت به نزد رسول الله می برآمدند، او را پیشواز می گرفتند، با محبت او را می خواستند که در خانه آنها بماند. همه برای او رسول صلی الله علیه و سلم افتخار میکردند، در حالی که در مکه مکرمه کسی او صلی الله علیه و سلم را از این نزدیکان خویشتبارش احترام نمیکرد. اما بر این شتر که سرنوشت کتابت شدگی بود، امر شده بود، رسول الله گفت بگذارید این شتر را تا آنجایی که امر شده است در آنجا قرار بگیرد. و می گفت که خلوا سبیلها فانها مأمور، راه را باز کنید زیرا او شتر هم امر شده است، فرمان الهی است. آن شتر زیر اراده الله سبحانه و تعالی راه میرفت تا آن دمی که به خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا فرود آمد که در آنجا نور مدینه تا قیامت روشن خواهد ماند. و رسول الله می گفت راهش را باز کنید، همانا این شتر امر شده است. آنها راه را باز میکردند، شتر راهش را ادامه میداد تا آندام که تا این بنی عدی ابن نجار رسید و اینها خویشاوندان مادر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بودند. مادر عبدالمطلب سلمه بنت عمرو از همین قبیله بود و مردانی که از این قبیله پیش آمدند و گفتند که ای رسول الله بیا نزد خویشاوندی خود بمان، ما شما را داریم و آمادگی دیدیم تو را محافظت نماییم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم باز هم جواب را فرمود که راه شتر را باز کنید زیرا وی امر گرفته است. در این هنگام ناقه باش راهش را ادامه دادن گرفت تا آنکه به محله بنی مالک ابن نجار رسید و در اینجا از بالای زمین نشست که در این مکان بعداً مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس یافت که در آن وقت این زمین بیکاره بود و در اینجا یک جایی بود که جای خشک کردن خرماها بود، خرماها را می‌گذاشتند تا خشک شود و این زمین از دو طفل یتیم بود که از بنی نجار به بنی نجار تعلق داشتند. شتر در اینجا نشست، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تا حال از این شتر نفر آمده بود. شتر نشست، در اینجا نشست، اندک سپس برخاست و اندک پیش رفت و رسول الله نه رسمان آن را گرفت نه بند شتر را گرفت تا او را اداره کند، او را به حالش گذاشت. وقتی که شتر اندک با پیش رفت باز سپس برگشت به این جای اولینه‌ای که در اینجا نشسته بود، در اینجا آمد با قرار گرفت، سپس آرام شد و گردنش را بر زمین گذاشت. در این هنگام این نشانه اختیاری قرار گرفتن شتر را پی بردند. پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن فرود آمد. در این هنگام ابو ایوب خالد ابن زید رضی الله عنه که یکی از انصاری ها بود با شادی بزرگ باری رسول صلی الله علیه و سلم هم بار خلطه‌ای که بود او را در حال برداشت با خودش گرفت این بار خلطه را و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه‌اش برد.
ابو ایوب و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قرار گرفت. سپس پرسید که این زمین برای کیست؟ این زمین از برای کیست؟ اینجا بعد پرسید. میفرماید که آنگاه معاذ ابن افرا رضی الله عنه گفت ای رسول الله این زمین از این دو پسری برادری من است، همون دو پسر یتیم، و سهل و سهیل ابن عمرو که نام آنها سهل و سهیل است که یتیم هستند و آنها زیر حمایه منند. من آنها را حمایت میکنم، من آنها را نگهبانی میکنم، من آنها را راضی میکنم. گفت پس این زمین رو از برای مسجد ساختن بگیر، از برای بنای مسجد این زمین رو بگیر. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم امر فرمود که در آن مسجد بنیاد کرده شود در این مکان و خودش تا انجام ساختن در خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه استقامت نمود، زندگی کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم خود نیز در این ساختمان مسجد شرکت میکرد تا این مسلمانان را با این کار با محبت تشویق کند صلی الله علیه و سلم. از این رو مهاجران و انصار همراه با عشق و جدیت از برای بینای این مسجد شروع کردند. این دیوارها را بنا کردند تا یک مکان مسجد برای ادا نمودن نمازها و بیان مجلس‌های وحدتی بنیاد گردید. ابن اسحاق میگوید که پس از این صفهای مهاجران به مدینه منوره دیگر پیوستن گرفت، صفهای آنها زیاد شدن گرفت تا آن دمی که در مکه دیگر کسی از آنها باقی نماند جز آن کسانی که یا از دین خود رنج می‌بردند یا که سبب ناخوشی اسیر رسیدن در اسارت در اصلی غلطیدن آنها بود یا که آنها را نمیگذاشتند هجرت نمایند. پس اینجا پایان هجرت بود و آغازی جاودانه این امت. مسجد در این زمین دو یتیم در این خاک پاک بنیاد یافت و بنیادگری آن این خود صحابگان کرام انصاری ها و رسول الله صلی الله علیه و آله که در آنجا اشتراک کرد. همین مسجد در قلب مدینه بنا کرده شد و این مسجد، محبت این مسجد در قلب این امت امروز جایگیر شده است و هر کس داخل این مسجد بگردد حتما آرامش را پیدا میکند. سبحان الله. این هنگام بود که هجرت رسول صلی الله علیه و سلم انجام یافت، ولی این سفر نور، راه دعوت و توحید هنوز ادامه یافت، باقی ماند. دعوت رسول صلی الله علیه و سلم، کارنمایی های صحابگان کرام در مدینه منوره و قسمت های دیگری که اگر زنده باشیم سلامت باشیم درس دیگه با همراهی شمایان این نقطه های مهم و این نقطه های زیبا را بر شما قصه خواهیم کرد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.